بعد از حمله کیمیایی در سولسبری نظامیان و پلیس بریتانیا با طور فوق‌العاده از احتیاط کار میگیرند. حالا وظیفه آنها معین کردن عاملان زهرآلودشوی جاسوس سابق روس اسکریپال و دخترش یولیا است. لندن در این قضیه مسکو را متهم میکند و مناسبت دو کشور هم در پی اخراج دیپلمات‌های طرفین مرکب شد. سروزیر بریتانیا ترزا می در مورد امکان اندیشیدن چاره‌های قاطع در نسبت سرمایه روسیه که سرچشمه آن روشن است تاکید کرد. ما در آینده از تمام امکانیت‌هایی که قانونگذاری بریتانیا اجازت می‌دهد برای فشار آوردن به جنایتکاران و الیت‌های فسادزده کار می‌بریم. نه به این افراد و نه به پول‌های آنها در کشور ما جای نیست. به هنگام بحث‌ها پارلمان به حکومت پیشنهاد نمود که از قانون به تازگی درباره دارایی‌ها از سرچشمه‌های نامعلوم تصویب شده استفاده کند. این اقدام می‌تواند به اموال بریتانیایی تاجران نزدیک به کرملین را تأثیر گذارد. طبق این قانون افراد گمانبر در فعالیت غیرقانونی عهدهدار میشوند که سرچشمه‌های مبلغ‌هایشان را آشکار کنند وگرنه این دارایی‌ها مصادره می‌گردد. بخش اصلی کار ما این جستجو و تاثیر به منفعت افراد نزدیک به کرمل و پوتین است تا آنها مجبور شوند و بگویند که ولادیمیر ولادیمیروویچ ما از حد گذراندیم، شاید کمی پستر آییم و به قتل آدمان در بریتانیا خاتمه دهیم. اموال واقع در باغ ساحل تمز از این بحث‌های امروزه یادآوری شد. گفته می شود خانه در این بنا که تیرزدهایش به سوی وزارت دفاع باز می شود با معاون اول حکومت روسیه ایگور شووالوف تعلق دارد. ارزش این منزل 16 میلیون دلار حساب شده است. سازمان مبارزه با کورپسیا ترانسپرنسی اینترنشنال از مقامات بریتانیا دعوت نمود که امکانی در نسبت شووالوف استفاده نمودن قانون درباره دارایی‌های از سرچشمه‌های نامعلوم را بررسی نماید. ارزش این خانه تقریباً 76 مرتبه بیشتر از مبلغ درآمد سالانه اعلان نموده او است. اما کار با این محدود نمی شود. نه، ما در انطالیا اموالی را در حدود 940 میلیون فونت پیدا کردیم که طبق معلوماتی به دست آمده روس‌ها آنها را با مبلغ‌های از راه کورپسیا و جنایت به دست آورده خریداری نمودند و ما می‌خواهیم ببینیم که حکومت بریتانیا در این مورد چه اقدام پیش می‌گیرد. اسمی یکی از مالکان کلوب فوتبال ارسنال نیز در رابطه با استفاده قانون درباره دارایی‌ها از منبع‌های نامعلوم در بحث پارلمانی ذکر شد. میلیونر ازبک الیشر عثمانوف صاحب 3% سهمیه ارسنال و مالک دو خانه با حشمت در قسمت جنوب و شرقی انگلیس است. در این کلوب به ما مشورت دادند که برای شهر به شرکت عثمانوف USM هولدینگز مراجعت کنیم، اما در آنجا خواهش ما بی پاسخ ماند. سفارت روسیه در لندن نیز به درخواست ما برای صحبت جواب ندادند. نماینده وزارت کارهای خارجی در مسکو با لحن تند وضعیت در بریتانیا را بهاگذاری کرد. ما تهدید و ترس دادن را می‌بینیم. علاوه بر این تهدیدها به دولت ما، مردم ماست، چون که سخن درباره دهشت‌افکنی در چند سمت می‌رود. طور احساس می‌شود و طور ما و خود من درک می‌کنم این به خاطر درس دادن آدمان است. مبلغ‌ها از روسیه به بریتانیا در سال‌های 90 سرازیر شدند و گفته می‌شود حکومت نیز به خاطر لطمه نزدن به اقتصادیات و معلوم کردن سرچشمه‌های آنها چندان مایل نبودند. در بعضی شرکت‌هایی که در بازار اموال لندن به سرمایه‌گذاری روس کمک می‌رسانند و تشویش افتادند. اگر واقعیت را بگوییم طبق انتظارات ما برای نفری که شناسنامه روسیه را دارد در انگلیا مشغول شدن به تجارت مشکل تر می شود. همه مشتریان ما بدون شک می توانند منبع دارایی خود را آشکار کنند، اما وقتی در این کار سیاست آمیخته می شود وضع دیگر می شود. یعنی هر قدر منبعت را ذکر کنی ولی باز هم کم است. 20 مرد 23 دیپلمات روس همراه با خانواده‌شان به روسیه برگشتند. فعلا این یگانه پاسخ مؤثر بریتانیا به زهرآلودشوی اسکریپال است. اما قدم بعدی چه خواهد بود؟ سوالی است که هنوز باز باقی میماند.